ما نماز میخوانیم اما ملا امام ما ناس میکشد، به طهارت نماز رو میخواند. ما از قفای این خیل ملا امام نماز خوانیم یا نخوانیم؟ نخوانیم دادار عزیز. اگر ملا امام تو نماز سیگارت کش و ناز کش باشد، شما از پس وی نماز نخوانین اگر تقوا داشته باشین، زیرا که وی یکی از بنده های گناهگار در پیش خدا هست. هر یک انسانی که در جان خودش که پروردگار در قرآن بیان میکند که من برای شما مهربانم، شما هیچ وقت بر ضرر جان خودتان کاری را انجام ندهید. تاکید هامان میکند. پیامبرمان در چندین حدیث های مبارک این گونه انسان ها را در حدیث مبارک من حسن حتی کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت، برای در پیش خدا از جمله شرمنده ها بودن، از جمله اهل خجالت بودن، از جمله گناهگار ها بودن، برای تو بس است که یک سامانی را تو در راه نادرست صرف کنی. پیامبر میگه یک سامانی. آیا ناز خریدن و سیگارت کشیدن، آیا این پول در راه نادرست نمی رود؟ برای نادرست صرف کردن تو در پیشگاه خداوند عالی گناهگاری. کجا عالی جای کشیدنش؟ حتی خریده برای کسی هدیتی، حتی خریده برای کسی روان کنی، تو در همین گناه هم شریکی. برای این از پس این گناه امام هایی که حتی ناس کشن و طهارت نکنن، باز از پسشون شما نماز نخوانید اگر تقوا داشته باشین. شاید که همون نخواندن شما پس همون یکی خدا ای شرم شما شده بس میکنه نماز همون ناس کشی را که قوم ما از پشتون بس کرده ایستاده است. اکو به خاطر خدا بس نکرد، شاید به خاطر شما بس کند. صوفی علیار در کتاب مسلک میگوید که اگر در جیب کدامت اگر ناس یا سیگارت باشد نماز ثواب ندارد، ولی کشیدنش یک طرف همراهت باشد نماز ثواب ندارد. برادر عزیز با فایده جان خود مانه و شعار اسلام حدیث پیامبر گرامی لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. مسلمان کسی هست که پیامبر میگه که آدم ایماندار کسی هست که با کسی ضرر نمیرساند. یکم. دوم چیزی که بر ضرر جان او باشد او را ترک میکند. این را میگن آدم مسلمان ایماندار. اوخی هم در اقتصادت، هم در اقتصاد، هم در پول، هم در درآمد ضرر دارد، هم در بدن ضرر دارد. بین دو طرف ضرر میرساند. ضرر دیگرش همین است که در خاندانت بچت نبیرات همه ناسکش و سیگارت کش میشوند. بچه ها را پول میتین رو برای من ناس بخر، بچه ها را پول میتین رو برای من سیگارت بخر. اختو را در کجا دلالت داری؟ یا در پیش فرزند ناس میکشی؟ بسیاری از شراب نوش ها را من میدانم که بچه هاشون شراب نوشن به خاطر اون که پدرهاشون همین کارا که عادت کردن. فرزند فکر میکند این پدر من خیلی با عقل است، در تربیه خانه هم زلال دارد. برای این برادرای عزیز و گرامی به کسی سخت نرسد. ناسکش بسیار بی‌تمیز می شود، بعد بسیار بی‌تمیز می شود. ولی ببینین همون ناس کیفیتش با در حاجت خانه در بیرون نیست. اینا میکشد، ناس هم میکشد بعد در حاجت خانه میدراید میشینه به حضور. خداشون میگن که کیفیتش با در داخل حاجت خانه میگن. برای همین برادرای عزیز از همین چیز دور باشین. نه از پیامبرمان مانده است، نه از اصحاب پیامبر مانده است. این از دورای چنگیز است. بسیار دور باشین. اگر ملا امام در این کار باشد دادرای عزیز هیچ وقت شما از پسش نماز نخوانید.